گفتم هر وقت دیدی که خیلی دلت گرفته است قرآن رو بردار بگو خدا با من حرف بزن. خیلی زیباست، این امتحان بکنی. جهگاه انسان خب قرآن میخونه، تدبر تفکر داره، جهگاه دلش گرفته است و کسی میخواد حرف بزن، چه کسی بالاتر از خدا، بگو خدا با من حرف بزن، همینجوری دست بنداز باز کن. خدا گواه بارها امتحان شده، چنان آرام میگیره انسان توی آتش این کشمکش ها، ناراحتی ها، بی صبری ها، هی اذیت دیگه، مثل که آب سردی میریزه، آرام آرام تا منو داری غم نداری. ما اصحاب مصیبت الا باذن الله، هر اتفاقی میفته من خدا میبینم، من اینو فرستادم برات، آرام بگیر، فقط از وظیفه خارج نشو، تو رو من به همه مقامات معنوی خواهم رساند.